سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز. خوش آمدید به دانشگاه موفقیت. زندگی نامه میلیاردرهایی که از فقر مطلق به ثروت افسانه‌ای رسیدند. بیشتر موقع تصور میکنید که افرادی که ثروتمند شدند حتما در خانواده‌هایی که در زندگی فقر و پولدار متولد شده‌اند و زندگی مرفهی داشته‌اند. فکر میکنید که به بهترین مدرسه ها و دانشگاه ها رفتند و هر اون چی میخواستند از کودکی در اختیارشان بوده است. اما این تصور غلط است، زیرا بسیار از افراد سرشناس و معروف که امروزه در جایگاه ثروتمندترین افراد قرار گرفتند دوران کودکی، نوجوانی و جوانی سختی را داشتند. افرادی که در خانواده‌های فقیر به دنیا آمدند و ثروتمند شدند با مشکلات مالی زیادی روبرو بودند، چه بسا که گاه غذای برای خوردن و سقف بینوان خانه دائمی هم نداشتند. از این رو قصد داریم در این ویدیو شما را با زندگی نامه افراد فقیری که ثروتمند شدند آشنا کنیم که از خط فقر و صفر شروع کردند و به ثروت عظیمی دست پیدا کردند. شاید مطالعه زندگی نامه افراد ثروتمند بتواند دریچه از امید را بر رویتان باز کند و بدانید که شرایط زندگی همیشه ثابت نخواهد بود و تغییر امکان پذیر است. بنابراین اگر امروز در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرید و با شرایط سخت مواجه هستید، مطمئن باشید که این شرایط موقتی است و میتواند تغییر کند. اما تغییر این شرایط به دست شماست تا با تلاش و کوشش اقدام کنید و خود را از شرایطی که در اون هستید نجات دهید. فایده های کسب اطلاعات در مورد افراد فقیری که ثروتمند شدند. 1. الهام بخشی. داستان های موفقیت افراد فقیری که ثروتمند شدند میتواند به عنوان منبعی از الهام و انگیزه برای دیگران عمل کند. اونها نشان میدهد که با تلاش، اراده و استفاده از فرصت‌های مناسب هر کس میتواند به موفقیت و ثروت دست یابد. 2. راهبردهای موفقیت. اطلاعات درباره تجربیات و راهبردهای افرادی که از فقر به ثروت رسیدند میتواند به دیگران کمک کند تا از اشتباهات اونها یاد بگیرد و راههای موفقیت را در زندگی خود اعمال کند. این اطلاعات میتواند به عنوان راهنما و راهبرد در تلاش برای بهبود وضعیت مالی و اقتصادی خود عمل کند. 3. تغییر نگرش. داستان‌های افراد فقیری که به ثروت رسیدند میتواند نگرش افراد را نسبت به پول و ثروت تغییر دهد. اونها نشان میدهد که ثروتمند شدن یک هدف قابل دستیابی است و هیچ کس از رسیدن به موفقیت محروم نیست. این اطلاعات میتواند به افراد کمک کند تا با اعتماد به نفس بیشتر به سوی رسیدن به ثروت و موفقیت حرکت کند. افراد فقیری که ثروتمند شدند. شماره 1. هارلود هام، یکی از میلیاردرهای دنیا با 18 میلیارد دلاری که در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری میکند. او در خانواده فقیر به دنیا آمدند که 12 خواهر و برادر هم داشتند. هارلود از کودکی مجبور بودند که کار کند تا بتواند شکمش را سیر کند. پنبه‌زنی و کار در پمپ بنزین کارهایی بودند که او در کودکی با اونها مشغول بودند. او از طریق کار در پمپ بنزین با یکی از مدیران بخش انرژی آشنا شد و توانست در اداره کاری ساده‌ای بگیرد. همزمان هم کار میکرد، هم به تحصیل مشغول بود و سخت تلاش میکرد تا توانست به یکی از مدیران شرکت تبدیل شود و امروز یکی از بزرگترین مدیران انرژی در امریکا و دنیا محسوب می شود. شماره 2. اوپرا وینفری. خانم وینفری یکی از بزرگترین خیرین سیاه‌پوست در ایالات متحده امریکا است که جزء 100 فرد تاثیرگذار در دنیا به شمار می آید و 3 میلیارد دارایی خالص او تخمین زده شده است. خانم وینفری را می توان جزء افراد معروف به شمار آورد که تقریبا از هیچ و فقر کامل شروع کردند. او علاوه بر این که در فقر مطلق زندگی می‌کردند، بارها مورد آزار و اذیت نیز قرار گرفته بودند. لری الیسون مدیر عامل شرکت اوراکل یکی از غول‌های صنعت کامپیوتر با 60 میلیارد دلار دارایی خالص است. او در خانواده بسیار فقیر به دنیا آمدند به طوری که نتوانست از شدت فقر سرپرستی او را به عهده بگیرد. الیسون دوران کودکی و نوجوانی بسیار سختی را گذراندند. با سختی در دانشگاه قبول شدند، اما با دلیل عملکرد ضعیفش از دانشگاه اخراج شد. ولی آقای الیسون در طول همون مدت کم در دانشگاه توانست برنامه نویسی را یاد بگیرد و به صورت پروژه‌ای برای دیگران کار میکرد. او فرد بسیار خلاق در زمینه کار خود بود. در شرکت کار میکرد که رقیب مستقیم سونی به شمار می آمد و پس از مدتی شرکت خود را به همین نام تأسیس کرد
که یکی از بزرگترین شرکت‌های سخت افزار و نرم افزار دنیا به حساب می‌آید. آلن کری بیش از 3 میلیارد دلار دارایی خالص دارد. او نیز جزء افرادی که در خانواده‌های فقیر به دنیا آمدند و ثروتمند شدند به شمار می‌آید. آلن کری در سنین جوانی یک تعمیرگاه تلویزیون و آسانسور بودند، اما قدرت مذاکره و ایجاد روابط از بزرگترین نقاط قوت آقای کری بودند که توانست با اینکه تعمیرگاه ساده بودند 7 تاجر بزرگ را برای سرمایه گذاری مجذوب نماید و مدیریت آنها را خود انجام دهد. همچنین آقای کری پایه‌گذار بسیاری از صنایع در امریکا محسوب می شود. جان پول دوخوریا یک کارآفرین برتر با حدود 4 میلیارد دلار ثروت است که در زمینه تولید محصولات آرایشی فعالیت دارد. او هم در خانواده فقیر زندگی می‌کردند، اما ذهن ثروتمندی داشتند. او در 9 سالگی برای گذراندن زندگی روزنامه و مجله می‌فروختند. پس از مدتی به دلیل مشکلات خانوادگی به یتیمخانه فرستاده شد، اما او سخت تلاش می‌کرد و در مجله تایم به عنوان بازاریاب استخدام شد. سپس به شرکت در زمینه محصولات آرایشی رفت و متوجه شد که محصولاتی که مردم به اون نیاز دارد را هیچ شرکت ارائه نمی‌دهد. جالب اینجا بود که او با عنوان کردن این موضوع از شرکت اخراج شد، اما او با گرفتن وامی به ارزش 750 دلار شروع به تولید همان محصول کرد و توانست با بازاریابی خیلی زود تولیداتش را چند برابر کند. جکی رولینگ. خانم جکی نویسنده کتاب‌های هری پاتر است که زندگیش در فقر می‌گذشت و جزو معدود زنان موفق و ثروتمندی است که فقر مطلق را تجربه کردند. او ذهنی خلاقی داشت و توانست در سن 6 سالگی اولین کتابش را بنویسد. در سنین جوانی زندگی بسیار سخت داشت، اما در همون زمانها بود که ایده هری پاتر در ذهن شکل گرفت. بعدها نوشتن اون را آغاز نمود، با طوری که توانست بیش از 500 میلیون نسخه از کتاب‌های خود در بازار کتاب جهانی به فروش برساند. شاد و موفق و پیروز و ثروتمند باشید.